با درود به همه همیهنان عزیز، آرمان شاروستایی هستم و در راستای ویدیو کنفرانس هایی که برای تقویت جبهه اپوزیسیون و ایجاد آلترناتیو بحث هایی در چند روز گذشته، هفته گذشته شد، این بحث رو امروز هم میخوایم ادامه بدیم و قبل از اینکه وارد بحث بشیم و میهمانان گرامی که در خدمتتون هستیم رو معرفی بکنم، میریم و ویدیویی که در لندن چهارشنبه گذشته یک جلسه خصوصی بود و پرسش و پاسخی برای ایجاد آلترناتیو و شورای ملی و پیشنهاداتی که مجمعی که قرار تشکیل بشه به زودی در فرانسه رو میریم تیکه های از اون رو میبینیم و برمیگردیم با دوستان اشتباه نکنم که در این اتاق هستیم امضا کردیم منشور پیشنهادی تشکیل شورای ملی هستش. این منشور مسلماً به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد در اون جلسه پاریس و در اونجا هستش که حق و اصلاح خواهد شد. اگر ماده شماره 10 شما 11 ایراد دارید اصلاح خواهد شد، رأی روش خواهد گرفت. روی یک ماده ها تصمیم گیری خواهد شد و رأی. در این بین اگر سازمان ها یا گروه هایی که عضو نشدند تا به امروز فردا اومدن امضا کردن وارد شدن، موردی در شرکتشون وجود نداره. ولی مسلماً دوستان این کمیته موقت روزی رو معین خواهند کرد که دیگه از اون روز بعد به قول معروف بسته میشه. خب این منطقی پشت این مطلب هستش که یه ددلاین رو قبلا اعلام بکنیم که آقا 100% اعلام خواهد شد. اعضایی از شبه خدمت شما که سفارت سبز و بعضا افرادی که وابستگی هاشون به جناح‌های داخلی کشور کاملا مشهوده و سوابقش هم موجوده شناخته شده هستند و همه میدونند، لزومی هم نداره آدم بخواد اینا رو تکرار بکنه. با توجه به این که جناح‌های داخلی کشور که ما مد نظرمون هست، حتما هم دیگه لزوم نداره من بازش بکنم کدوم جناح رو داریم صحبت میکنیم، نوعاً در جریان مشابه و موازی شورای ملی دارن حرکت میکنند. آیا این امکان به نظر نمیرسه که احتمال داره که اینا دو پهلو بازی بکنن، هم در اینجا اون جناحی که در ایران در حقیقت ریشه داره پایگاه داره، هم در اون منشور و در اون جناح کناری؟ ببینید خب اینجاست که باید میان پرستا داخل این منشور باشن که اگر کمی که تا الان هم یه دیگه هم شما گفتید بودن منتها تعداد میان پرستا به اندازه کافی اونجا بود که اونا رو به حساب به قول معروف قربیلشون کردن انداختن بیرون، نتونستن روی همین تصمیم گیری این قرار بود هفته پیش اجرا بشه. یه سری اومدن به حساب اینو طولانیش بکنن که این انتخاباتی که قراره میکنید از میهن پرستا که آقا پاتون رو بگذارید جلو، اجازه ندید که اون چیزهایی که فکر کاملا ببینید من خود من دوستان من واقعا وقتی این حرکت رو دیدم، این دوستان هستن حتی شناسایی هم شدن که عوامل رژیم هستن، عوامل مجاهدین ممکنه باشن، همه این چیزا هست، ولی ما باز نگرانی هاست، ما باز هوشیار باشیم شورای ملی رو ما برگزار نکنیم قبل از حتی کاندیدا شدن خیلی ها برای انتخابات رئیس جمهوری ایران. واقعا یک کار از دست رفته. میفهمید؟ چون من دیرشب جلسه ای رو داشتم داخل اینترنت با دوستان که حالا فایلش هم احتمالاً تو یوتیوب میادش بیرون، در خدمتتون خواهد بود، حتما خواهید دید. نگرانی ها بر همین منوال است. نگرانی ها بر این است که حرکت هر جور شده قبل از انتخابات ریاست جمهوری منجر به کنش و واکنش داخلی بشود، آن وجود داشته باشد که دگراندیشان معتقد به براندازی هم بتونن همیاری بکنند و همه جناح‌ها بتونن وارد بشن. پس الان شما صریحا میفرمایید که هر کدوم از دگراندیشان که منشور رو امضا بکنند میتوانند بنابر اینکه مخالف با جمهوری اسلامی هدف با برنده شورای ملی بشن. درود بر شما. آقای مقدم و آقای مرداویچ مرتبا هر هفته 2 تا 3 تا ایمیل میاد دوستانی که پیشنهاداتشون رو میته موقت دارن، شما نمیبینید؟ حالا سوال فکر میکنم اینجا باشه که میخوام ببینم که چجوری شما چجوری اصلا انتخاب شد، یعنی مردم چجوری، یعنی این چیز آمده سوال این کمیته مفتی بوده که اشخاص کرد. آقای
پیرزاده، رضا پیرزاده، خانم گلستان اومدن لندن، بنده و آقای مردابی ملاقاتی داشتیم باشون. خواهش کردن از ما که حالا ما کاری به این قسمت نداریم که این کمیته موقت همه استفاده دادن بغیر از پیرزاده و نازیلا، بعد اونا شروع کردن به انتخاب کردن. حالا ما اینو بگذاریم. موقت همه استفاده بدن، فقط پیرزاده بمونه و نازیلا، بعد یهو اومده کمیته از 2 نفر 4 نفر دادن استعفا. اون چیزی که گذشته رو فراموش کنیم. اگر میخوایم این جریان پیش بره، بیایید با هم همکاری کنیم. همونطور که مردایی گفتن، به قول معروف شما که گذشته رو نداریم انتقاد بکنیم. نه انتقاد شما میگید مگه میذارید سوال بکنید؟ همه دارین حمله میکنید. حالا خوبه حمله از کمیته موقت. ما یکی از ایرادات این کمیته موقت اینه که برمیگرده به خود شما. کمیته موقت تخصیص نکنید، ناراحت نشید. آره خب اینه که شما درون گروهی هستید، یعنی شما با مردم صحبت نمی‌کنید. مثلا فرض کنید پالتاک یه جایی است که مردم صحبت می‌کنن و من هیچ وقت شما رو نمی‌بینم. اگرم میایید آقای پیرزاده میاد و فقط میره تو اتاق ایران چه خبر آقای واهیک و خیلی کنترل شده. این ما هستیم، ما مردم عادی، موقعی که امضا کردیم باید جوابگوی مردم باشیم. ما نمیتونیم مثل شماها خیلی راحت بگیم ولش کن حالا بیایم همکاری کنیم، چون مردم سوال میکنن، مخصوصا مخالفین، مخصوصا اونهایی که دارن مبارزه میکنن با ما. ما میتونیم یا به اینا بگیم آقا ما با شما حرفی نداریم که این کار صحیح نیست، چون این نوع مبارزه درست نیست، تا الان شکست خوردیم سر همین مسئله، یا اینکه باشون روبرو بشیم و باشون استدلال بیاریم، جواب بیاریم. خب وقتی سوال منطقیه باید جواب منطقی هم داد دیگه. خب وقتی که میگن لیستی که کمیته موقت توی وبسایت زده مثلا A, B, C 9 نفرن، فردا صبح 8 نفرشون استعفا میدن، 1 نفر میمونه. خب اون 1 نفر که میمونه اگه نگاه بکنین جبهه ملی اروپا پان ایرانیست، نهاد مردمی، مال دوشوکی، جبهه و غیره، همه یه استعفا میدن. صحبت از این بود و صحبت فقط سواله چطور میشه 1 نفر 2 نفر که آقای پیرزاده و خانم گلستان هستن که همیشه میان خودشون رو نشون میدن به عنوان کمیته موقت، متاسفانه و شما رو نشون نمیدن تو تلویزیون یا جای دیگه. بله ولی خب روی رسانه ها بله. ولی میگم این یه سوال بود، فقط نباید ناراحت بشید. حالا دفعه دیگه من حتما دعوت کنید. ولی سوال من این بود که حالا این 250 نفر انتخاب شدن، بعدش چی؟ 10 تا رو مثلا ببینید اون روندی که باید چه بشه اون تو اساسنامه دارن روش کار میکنن، میاد بیرون اساسنامه میاد بیرون. این پیشنهاداتی بود که قراره به زودی در کنفرانسی که مجمعی که قراره در فرانسه تشکیل بشه شنیدیم که به چه صورت هست. با دوستان عزیز رو من معرفی میکنم. در برنامه امروز آقای محمد زمانی از آلمان با ما هستن، فعال سیاسی. جناب آرش مهدوی از نروژ، فعال سیاسی. آقای بابک خسروی از انگلیس. آقای علیرضا عابدینی از آلمان و همچنین یاور یزدانپرست از کشور سوئیس با ما هستند. اول درود میفرستم به جناب آقای زمانی و نظر شما راجع به این صحبت‌هایی که شنیدین و روی کردی که فکر میکنید در حال حاضر ما باید داشته باشیم در اپوزیسیون که بتونیم این جبهه آلترناتیو رو قوی‌تر و محکم‌تر بکنیم. نظرتون چی هست؟ و همچنین پیشنهاداتی که در این پرسش و پاسخ شنیدیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همچنین مردم ایران در سراسر ایران. خدمتتون که عرض کنم اون ویدیو کلیپی که شما نشون دادید بحث این بود و از سوالاتی که دوست ما بابک انجام دادن در اصل دغدغه‌های ما نسبت به این کمیته تدارکات بود و خب برخی از دوستان که اونجا تشریف داشتن پاسخهایی رو دادن و دقیقاً مهر تأییدی بود بر سوالاتی که برای همه ما پیش اومده بود. اما بحثی که امروز وجود داره در خصوص آلترناتیو سازی
ما در برنامه قبلیمونم اینو اعلام کردیم که بحث ما بر این هستش که یک آلترناتیو باید بتونه سکولار باشه و دموکرات باشه و انحلال طلب باشه تا ما بتونیم در شرایط موجود که ایران با مشکلات زیادی مواجه است، از جمله متاسفانه تهدید نظامی هست، بحث تجزیه ایران هست، مشکلات اقتصادی که در ایران هست و حتی شما در اصفهان جدیداً دیدید که به خاطر مشکلات آب چه مشکلاتی اونجا ایجاد شد، مردم چه اعتراضاتی کردن و من میتونم اینو به جرئت بگم که این اعتراضها به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که در ایران وجود داره تداوم پیدا خواهد کرد. خب در شرایط امروز چرا ما اصلا در این برنامه‌ها شرکت کردیم؟ دلیلش بر این بودش که تمام ماها دغدغه داریم، تمام ما اول دغدغه ما ایران هست، اولویت اول ما نجات مردم ایران از دست این حاکمان توتالیتر هست و امروز هم پرسش ما از کسانی است که در خطوط آلترناتیو سازی دارن فعالیت میکنن و دارن تلاش میکنن که بتونن یک آلترناتیو سکولار دموکراتی رو ایجاد بکنن. من به صراحت این رو میخوام عرض بکنم که در شرایط کنونی لزوم این آلترناتیو هرچی سریعتر به اعتقاد من تا قبل از انتخابات باید محقق بشه. امروز شورای ملی به هر حال کمیته تدارکاتی ایجاد کرده به سمت شورای ملی. ما نقدها و انتقادات خودمونم به این کمیته ایراد کردیم که من فکر میکنم خیلی بازتاب خوبی داشت و خیلی انعکاس خوبی داشت و هم انعطاف خوبی. امیدوارم که این تداوم داشته باشه و این مباحث هم ما به پیش ببریم تا بتونیم یک نتیجه مطلوبی رو از یک شورای ملی واقعی بگیریم. سپاسگزارم از شما جناب زمانی عزیز. میریم با آرش مهدوی در نروژ. آرش جان درود بر تو و نظر شما رو میشنویم. درود بر شما و درود بر هم‌میهنان عزیز در سرتاسر جهان. همان گونه که دوست عزیزم جناب زمانی اشاره کردند، هر روز هم‌میهنان عزیز، شما زنان و مردان مبارز ایران مبارزه خودتون رو در حال ادامه دارید. در طول 34 سال کارگران، معلمان، دانشجویان و قشرهای مختلف کشور عزیزمون ایران، درود به شرف شما. همیشه هم در این مبارزاتتون یک نکته بسیار مهم نهفته است و اون پیامی به نیروهای سیاسی که ما نیاز داریم به یک هماهنگی، نیاز داریم به یک برنامه ریزی، نیاز داریم به یک مرکز مبارزات، نیاز داریم به یک کانال اصلی برای وصل شدن به هم دیگه، چون هیچ کدوم از این انتظارات رو نمیتونن در ایران داشته باشن. در این قسمت، در این دوره از این نوارهایی که ما داریم آماده میکنیم، طرف صحبت ما همه نیروهای سیاسی است، همه احزاب سیاسی است. اون چیزهایی که داریم مطمئنا همه ما میدونیم بسیار ایراد داریم، هممون بسیار در طول این سالها فعالیت‌ها و کارهایی شده که بتونیم خودمون رو برسونیم در سطح بین‌المللی، ولی متاسفانه به هزاران دلیل نتونستیم. ولی هموطنان عزیز، یاران گرامی در سرتاسر جهان، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک، ماهی رو هر وقت از آب بگیرین تازه است. الان زمان اکشنه. الان زمان به وجود آوردن یک اکشن پلن. خیلی راحت میتونم بگم زمان یک انجام یک کار عملی با همدیگه است. چه جوابی دارید برای کارگران؟ چه جوابی دارید برای معلمان؟ چه جوابی دارید برای خانواده های زندانیان سیاسی؟ چه جوابی دارید برای ملت ایران که در این سختی، در این بدبختی دارن زندگی میکنن و چشم امیدشون به تک تک شما هاست که یک زمانی از اون کشور خارج شدید برای به دست آوردن کمک، برای رسوندن صدای اونها. الان نوبت ما هاست که دست به کار بشیم. ما باز روی این مسئله تاکید میکنیم.
همه فعالیت ما برای این هستش که هر چه زودتر بتونیم به یک توافقی برسیم و یک همونطوری که گفتم پلن و برنامه مشخصی رو ارائه بدیم. ما نمیخوایم به سرنوشت عراق مبتلا بشیم، ما نمیخوایم به سرنوشت افغانستان مبتلا بشیم، ما نمیخوایم به سرنوشت سوریه مبتلا بشیم. ما میخوایم مثل همیشه بتونیم یک مثال باشیم برای سرتاسر جهان، برای سرتاسر تاریخ، همان گونه که هموطنان ما جوانان و مبارزان در سال 88 این کارو کردند. من نمیخوام برگردم دوباره به اون اشکالات و ایرادهایی که بوده، فقط همین رو به عنوان آخرین قسمت از تک تک شما میخوام. الان نوبت شما نیروهای سیاسی هست. اگر کاری هم میخواد انجام بشه باید با وجود شما باشه. دوستان عزیز، بیایید جلو و کار رو به صورت اصولی انجام بدید. سپاس از شما جناب مهدوی عزیز. میریم به آلمان دوباره با علیرضا عابدینی عزیز. درود بر تو علیرضا عزیز و نظر شما رو میپرسیم راجع به صحبتایی که دوستانم کردن و این ویدیویی که پخش کردیم در لندن. سپاس آرمان نازنین. درود به شما و درود به همه دوستانمون در حاضر در جلسه و همینطور درود به هموطنانمون در سرتاسر جهان، مخصوصا میهن اهوراییمون. خدمتتون باید عرض بکنم با توجه به فیلم پخش شده و همینطور باز کردن درهای شورا به روی نیروهای اپوزیسیون، این حرکت به عقیده من در جهت براندازی جمهوری اسلامی داره انجام میشه. یعنی وقتی که میان شفاف سازی میکنند و درها رو باز میکنند، یعنی اینکه آقا ما میخوایم یک ائتلافی داشته باشیم از همه نیروهای برانداز و همینطور افراد خصوصی. من صحبتم اینجا با امضا کنندگان انفرادی هست. آیا دوستان از همه دوستان خواهش میکنم که تشریف بیارند در جلسه در شورا ثبت نام بکنند و آغازی باشند بر پایان هولوکاست ایرانیان. ببینید 34 سال از عمر جمهوری اسلامی داره میگذره، مبارزات ادامه داره، از اول انقلاب ادامه داشته تا به امروز، اما یک مبارزه مؤثر و مستمر در جهت براندازی نبوده. چرا که بقیده من ما تا به امروز نیروی براندازی نداشتیم در جمهوری که بخواد جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. همه بر اساس قدرت خودشون بودند، بر اساس دست یافتن به قدرت بودند و به حکومت. آیا الان زمان اون رسیده که همه دست به دست هم بدیم و از نقاط مشترک و عقیده های مشترکمون استفاده بکنیم برای اتحاد، برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟ هموطنان ما تا به امروز این حرکت رو متاسفانه انجام ندادن به دلیل منم هاشون، به دلیل تکشوی هاشون، به دلیل تمامیت خواهی هاشون. ولی امروز این شرایط ایجاد شده تا مردم آزادیخواه، مبارزین و فعالین سیاسی دست به دست هم بدن تا یک اپوزیسیون قدرتمند و یک آلترناتیو مثبت و مؤثر بر علیه جمهوری اسلامی تشکیل بدن. امروز این شرایط و این موقعیت رو باید به فال نیک گرفت و همینطور باید تاکید کرد که تنها با اتحاد نیروها، با اتحاد همه نیروها و همه اقشار مختلف مردم، منظور من نیروهای مبارز و آزادیخواه هستش، نیروهای خواهان سرنگونی، فارغ از هر گونه عقیده‌ای، فارغ از هر گونه منش سیاسی، باید همه دست به دست هم بدیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی رو محقق کنیم. و اینکه نوع حکومت آینده چه خواهد بود و یا نوع فعالیت سیاسی ما تا به امروز چه بوده و چه خواهد بود رو فقط و فقط صندوق‌های رای و انتخابات آزاد پس از سرنگونی جمهوری اسلامی مشخص خواهند کرد. اینو فراموش نکنید. پاینده باشید، در کنارتون هستم. سپاس از تو علیرضا عابدینی عزیز. میریم لندن و با جناب بابک خسروی عزیز که زحمت تهیه این ویدیو رو هم کشیدن و اون در جلسه اون پرسش و پاسخ حضور داشتن در لندن. درود بر تو. درود بر شما و درود بر ملت عزیز و گرامی ایران در سراسر دنیا. بابک جان میشنویم نظر شما رو و به هر حال
صحبتایی که دوستان کردن ادامهش رو شما لطف کنید. به حضورتون عرضم که در گفتگوی قبلی نکاتی رو همه دوستان به طور یکپارچه من از نظراتشون گرفتم و به صورت یک سری سوال در آوردم و اینها رو با توجه به شرایطی که امکانش به وجود اومد در بخشی از جلسه خصوصی اعضای کمیته برگزاری سوالات رو مطرح کردم. اتفاقا من هم شاید تا قبل از این جلسه نظراتی بسیار نزدیک به نظرات دوستان داشتم. معتقد بودم به این که ما نباید درها رو به این سمت ببندیم و اجازه بدیم که عرض شود خدمت شما دگراندیشان راهشون رو از ما راه ما جدا کنن. ما باید با هم در کنار هم بر اساس یک هدف مشترک حرکت بکنیم. نتیجه ای که از جلسه همونطور که ملاحظه فرمودید حاصل بر اومد این بود که کمیته برگزاری شورا تغییر رویه‌ای رو اعمال کرده است که به منزله باز شدن درها برای یکپارچگی بیشتر و حضور مؤثرتر دیگر دوستان ایجاد شد. امروز دیگر من بهانه‌ای نمی بینم. شاید گاهن خورده ایراداتی وجود داشته باشد، اما نکته‌ای رو متذکر میشم. این نکته در اینجا ایستاده است که آیا هدف چیست؟ آیا هدف تشکیل کمیته است؟ آیا هدف تشکیل شوراست؟ یا هدف آزادی ایران است؟ ما بر اساس یک اصل دموکراتیک در پی ایجاد یک آلترناتیو بودیم، در پی به هم پیوستن تمام نیروهای فعال ایرانی در سراسر دنیا بودیم تا بتوانیم جبهه متحد و قوی رو برای براندازی به وجود بیاریم. با باز شدن درب شورا به سوی تمام کسانی که حاضر به نشستن در کنار یکدیگر هستند، امروز هیچ بهانه‌ای باقی نیست. در گفتگوهایی که در ویدیو شما ملاحظه کردید می‌بینید که ما سوالاتی رو مطرح کردیم از قبیل اینکه روند آتی چیست، پس از اینکه شورا شکل گرفت به چه حرکتی رو و کنش دارد. پاسخی که ما در اونجا گرفتیم یک واقعیت بود که متاسفانه از دیده بیرون مونده بود. کمیته برگزاری خودش رو مجاز به برنامه ریزی به هیچ نحوی نمی‌داند. کمیته برگزاری معتقد است این شوراست که تصمیم می‌گیرد و این شوراست که حتی منشور را تغییرات درش اعمال می‌کند و این شوراست که در آینده برنامه ریزی می‌کند برای چگونگی و نحوه برخورد با دیپلماسی جهانی و براندازی نظام جمهوری و چگونگی به حضور شما عرضم که حمایت از کنش‌ها و واکنش‌های داخلی کشور. و این به نظر بسیار منطقی میاد و جای گله و شکایت رو حذف میکنه. ما چه چیزی میخواستیم؟ یک روند برگزاری شورای دموکراتیک، یک شورای برآمده از قلب تمامی گروه ها و دسته ها و احزاب که هدف مشترک براندازی جمهوری اسلامی رو در سرلوحه کارشون داشته باشند. امروز این امکان وجود داره و من از تمامی دوستان، تمامی دگراندیشان که احترام برای تمام عقایدشون قائل هستم دعوت میکنم به این نحو که اجازه ندهند جبهه های ما کوچک 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 ایجاد شود. بپیوندید به هم برای ایجاد جبهه واحد و بزرگی که این واقع است جمهوری اسلامی ایران از ایجاد این جبهه میترسد، نه از این دعواهایی که بین شماها
امروزه نقش گرفته. من شنونده هستم، از فرمایشات دیگر دوستان استفاده می‌کنم. سپاس از شما آقای خسروی عزیز. میریم به سوئیس با یاور یزدان پرست عزیز و درود بر شما و میشنویم نظرات شما رو در این راستا. سپاسگزارم. با درود خدمت شما و تمام دوستان و کسانی که این ویدیو رو میبینن در سراسر گیتی، به ویژه در ایران. عرض کنم خدمت شما با توجه به ویدیویی که دیدیم و دوستان پاسخگوتر شدن، انتقادات رو پذیرفتن، فقط میتوان امیدوار بود که گروه‌های دیگه سیاسی هم با کنار گذاشتن گذشته و با تمام اون مشکلاتی رو که قبلا داشتن یک بار دیگه دوباره بیان گرد هم بیان و از این موقعیتی که به وجود اومده، به هر حال اینی که تا الان چه اتفاقاتی پیش اومده، به نظر من اینا رو باید یه ذره گذاشت کنار و به این فکر کنیم که گروه‌های سیاسی، اندیشه‌های مختلف سیاسی و رنگین کمان سیاسی بتونه بیاد توی این شورای ملی شرکت کنه و همه در کنار همدیگه حرفای همدیگه رو گوش بدن و بعد از 34 سال که گرد ناامیدی بر مردم ایران پاشیده شده و مردم ایران ناامید از اپوزیسیون خارج از کشور هستن، بتونیم از این فرصتی که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ایجاد کرده و ایشون خودشون برای اولین بار این کار رو در دست گرفتن و این کار رو دارن انجام میدن، بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم و تمام نگرش‌های سیاسی به این جنبه پیوندن. ببینید الان مشکلات داخل ایران روز به روز بیشتر میشه و به هر حال نگاه‌های مردم ایران هم روز به روز از این اپوزیسیون شاید برگرده. خطر جنگ ایران رو تهدید میکنه، به اصطلاح مذاکرات هسته‌ایشون به هیچ جایی نمیرسه و تمام درها رو اگه نگاه کنید به بنبست خورده. بنابراین اگر که ما بخوایم واقعا صادق باشیم و بخوایم واقعا واقع بینانه باشیم و برای مملکتمون تلاش کنیم و تا به یه هدفی برسیم، باید این هدف واقعا برای ایران باشه، نه حالا شوراسازی یا حزب‌سازی یا سازمان‌سازی‌های مختلف. اگر این گوش شنوایی باز شده باشه و وجود داشته باشه، بسیار این رو میتونیم به فال نیک بگیریم که تمام احزاب و تمام گروه‌ها بیان کنار هم و بتونن اون شورای ملی واقعی رو بدون برداشت‌های شخصی و با کنار گذاشتن اتفاقاتی که تا به حال افتاده بتونیم شاهد برگزاری یک شورای ملی واقعی در کنار همدیگه باشیم. صحبت خاصی در این راه ندارم. دعا درود از شما. سپاس از شما آقای یاور یزدان پرست عزیز. در اینجا میریم و یک قسمت دیگری از این جلسه پرسش و پاسخی که آقای خسروی عزیز اون رو تهیه کردن گوش میکنیم. دوستان صحبت در اینجا میکنن که مجمعی که قرار برگزار بشه به صورت انتخابی خواهد بود. 500 نفر انتخاب میشن از بین شخصیت‌های حقیقی امضا کننده منشور شورای ملی. میریم این رو گوش میکنیم و بعد برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. با در نظر گرفتن محدودیت‌ها حضور 250 نفر شرکت کننده را در محل مجمع و مشارکت تا 250 نفر را از طریق دنیای مجازی پیش بینی کردند. برنامه 2 روز نشست کامل و جامع باز بدون نحوه برگزاری انتخابات برای شرکت در مجمع مؤسس شورا با ارسال پیام الکترونیکی از مجمع پشتیبانان دعوت به عمل می‌آورد تا جهت نامزدی برای شرکت در مجمع مؤسس اقدام و مدارک درخواستی را که بعداً ذکر خواهد شد ناظرین ارائه نماید. 2. افرادی که خواستار شرکت در مجمع عمومی هستند با ارسال مدارک درخواستی به گروه تدارکات خود را نامزد کنند. یک پرسشنامه کوتاه و گویا درباره پیشینه سیاسی و فعالیت‌های مبارزاتی در تارنمای فراخوان ملی پر کرده و این پرسشنامه به همراه تصویر اخیری از درخواست کنندگان به همراه شرح حال آنها و یک ویدیو کلیپ کوتاه اگر مایل باشند در دسترس رای دهندگان قرار می‌گیرد تا بتوانند آگاهی‌های فراخوان ملی زیر نظر کمیسیون ناظرین و با همکاری کارگروه تکنولوژی با استفاده از نرم افزارهای امن با استانداردهای جهانی انجام می‌گیرد. اون برنامه خواهد 200 نفر حضوراً 250,000 نفر 250 نفر در مجازی به طور
هنده میتواند به 25 نفر رأی دهد. بدین ترتیب 500 نفر 250 به اضافه 250 از بین نامزدها توسط مجمع پشتیبانان برای شرکت در مجمع مؤسس انتخاب می‌شوند. ما برای وضع کردن آمده ایم، نه برای فسخ کردن. بله، خوشحالیم که این گام مثبت در درون کمیته موقت برداشته شده و روند انتخاب شدن و دموکراتیک بودن این حضور در شورا رو شاهد هستیم و به هر حال انعطاف پذیر بودن دوستان، شفاف سازی کردن، حالا هرچند در به هر حال جلسات این گونه‌ای که حالا خصوصی هست ولی خب به هر حال پخش شده اینها و این فکر می‌کنم نکته مثبت و گام مثبتی باشه از طریق کمیته موقت و ما به هر حال این دوستانی که اینجا هستن همه مبارزین وطن دوستی هستند که هدفشون فقط رفتن جمهوری اسلامی و ایجاد یک آلترناتیو منسجمه. به هیچ وجه، همون گونه که در ویدیوهای قبلی هم دوستان گفتن، هیچ کس خصومت شخصی با کس دیگه ای نداره و فقط اگه انتقاداتی میشه انتقادای سازنده‌ای هست در راستای رسیدن به یک آلترناتیو واقعا سکولار و معقول که بتونه اکثریت گروه‌های سیاسی رو در بر بگیره. در اینجا من پرسشی که از دوستان میخوام انجام بدم این هستش که به هر حال انتقادات تا حدود زیادی شنیده شده و انعطاف پذیری از طرف کمیته موقت نشون داده شده تا یه حدودی و در روند شفاف و دموکراتیک بودن گام برداشتن. امروز با این حرکتی که انجام شده و این روند باز کردن به هر حال شورا و رفتن در این شورا، ما چه کار میتونیم بکنیم در این گامی که الان داریم که بتونیم واقعا به اون هدفی که میخواستیم که اکثریت نیروها در اون این شورا باشن. به هر حال الان یک چیزی درست شده. چرا این نشه شورای واقعا ملی؟ چه کار میتونیم بکنیم که ما بتونیم اکثریت نیروهای سیاسی رو درون این شورا داشته باشیم؟ یه نکته اساسی هم که اکثریت نیروهایی که نرفتن و درون این شورا توی این کمیته یا مسائل دیگه این بوده که عدم برنامه ریزی و ممکنه به شکست بخوره. امروز یک برنامه‌ای داده شده و نظر شما در این رابطه چیه؟ این سوال رو با آقای زمانی عزیز آغاز میکنم. جناب زمانی، شما چی فکر میکنید و به نظر شما چه راهکاری رو میتونیم داشته باشیم؟ بله، آقای چاروسایی، شما سوالاتی رو مطرح کردید که به هر حال با توجه به اینکه دو برنامه از دوستان پخش شده و این انعطاف دیده میشه از درون این کمیته، به هر حال باز صحبت من این هستش که این چون بازتاب زیادی در گروه ها و سازمان های دیگه هم داشته تا اونجا که من اطلاع دارم، ما تا این روند رو به صورت عملی نبینیم نمیتونیم اینو لمس و احساس بکنیم. ببینید، صحبتی که من امروز میخوام بکنم خطاب من با خود شخص شاهزاده رضا پهلوی است. اول ببینید جناب شاهزاده رضا پهلوی، امروز شرایط ایران رو شما میدونید. امروز خیلی از دوستان به شما لقب سرمایه ملی دادن. خواسته ما از شما این هستش که با توجه به این که از این کمیته تدارکات حمایت کردید و اعلام کردید که ما به طرف سکولاریسم و به طرف دموکراتیک و به طرف انحلال حکومت جمهوری اسلامی میریم، این باشه که نیروهایی که با چنین تفکری هستند جذب بشن و بتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. از اون طرف سازمان‌ها و احزابی ما الان داریم مثل گرین سکولارها، مثل نهاد مردمی، مثل حزب مشروطه، مثل آقای قاسمی طیف اتحاد جمهوری خواهان و حتی کسانی مثل آقای شریعت مداری و آقای آهی که بحث انتخابات آزاد میکنن. صحبت من با همه این دوستان هست. امروز شرایط ایران رو در نظر بگیرید. همه ما در قبال مشکلاتی که امروز در ایران هست مسئول هستیم.
در قبال مشکلات اقتصادی که در ایران امروز هست. کلیه فروشان، کسانی که امروز برای نان شب خودشون محتاج هستند، کسانی که امید دارند که در خارج از کشور یک آلترناتیو سکولار و دموکرات ایجاد بشه، کسانی که امید دارند به کسانی که در امنیت کامل در خارج از کشور هستند تا بتونن چاره‌ای برای نجات مردم ایران داشته باشن. امروز روزی است که باید همه این گروه‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌ها از چپ گرفته تا راست برای نجات ایران انعطاف بیشتری از خودشون نشون بدن. امروز این نفرت‌ها و کینه‌ها را از خودمون دور بکنیم و با همدلی و همبستگی، با یک راهکار مشخص، با یک مانیفست مشخص، مردم ایران را از شرایط امروز بیرون بیاوریم. تا کی ما باید نظاره‌گر باشیم در ایران که روزنامه نگاران را زندانی کردند، چند نفر را اعدام کردند، به مردم تجاوز می‌کنند به حقوق اولیه آنها؟ ما تا کی این اپوزیسیون باید نظاره‌گر باشد که احمدی نژاد به لاریجانی چه گفت و لاریجانی به آقای خامنه‌ای چه گفت؟ ما امروز اگر نقدی میکنیم، اگر انتقادی میکنیم، فقط به یک دلیل است، به دلیل وطنخواهی است، به دلیل نجات مردم ایران است، به دلیل این هستش که امروز روز اتحاد و همدلی باشه بین تمام این گروه‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی. تا کی ما می‌خواهیم در تقابل هم باشیم و با نفرت به هم دیگه نگاه بکنیم؟ اگر امروز به دموکراسی اعتقاد دارید، اگر امروز به حاکمیت ملی اعتقاد دارید، اگر امروز همه شماها به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد دارید، ما هیچ بهانه‌ای را از شما در خصوص عدم یک اتحاد فراگیر در اپوزیسیون دیگه نمیپذیریم. امروز همه ماها و همه شماها، از شخص شاهزاده رضا پهلوی تا اعضا و سازمانها، تا جمهوری خواهان، تا مشروطه خواهان، باید در قبال مشکلاتی که در امروز ایران هست پاسخگو باشند. اگر خودتان را فعال سیاسی می‌دانید و خواستار یک آلترناتیو سکولار و دموکرات هستید، سؤال مشخص همه ما دوستان این دغدغه هاست. مقداری از منیت‌های خودمون کمتر بکنیم، مقداری از خودکامگی‌های خودمون بکاهیم و همدل و همزمان با یک مانیفست، با یک راهکار مشخص، یک شورای ملی واقعی به ایران، به مردم ایران نشون بدیم تا این بذر ناامیدی رو ما از بین ببریم. ممنونم. سپاسگزار از شما آقای زمانی عزیز. من در اینجا دوست دارم تیکه های از صحبت های دبیرکل حزب مشروطه ایران آقای فؤاد پاشایی رو پخش بکنم راجع به پیشنهادی که در سوپر کمیته قبلا داده بودن و راهکاری که الان میشه انجام داد و بشه بپیوندن اکثریت گروه ها همین کمیته موقت، همین در این راستایی که شورای ملی داره میده، این بشه شورای ملی. میریم یک دقیقه با هم اینو گوش میکنیم و برمیگردیم. مسئله سوپر کمیته مطرح شد و پیشنهاد شد در طرف ما که خودش عادتا موافقت کردن که کمیته تازه تشکیل بشه از نیروهای مختلف و سازمان‌های مختلف شناسنامه‌دار که در یک جمعی بنشینن و بتونن کار این شورا رو به بهترین وجه پیش ببرن. دی بودن، 3 نفر حزب مشروطه بودن. در مورد این حول و حوش موضوع گفتگو شد. در آخرین جلسه که در حقیقت میشه گفت بعد از بحث گفتگو توافقاتی در این مورد انجام گرفت. در اونجا پیشنهادی که ما کردیم و دقیقاً در جلسه هم گفتگو شد در موردش این بود که سوپر کمیته باید تشکیل بشه از گروه‌های مختلف شناسنامه‌دار با مقدار رأی مساوی و نمایندگان مساوی. یعنی هر سازمانی 3 نفر نماینده معرفی کنه
که با رأی مساوی کارها رو پیش ببرن و قرار شد توی وساب تمام این کارهای که باید در این مبارزه پیش بره، من جمله کار روابط خارجی، من جمله کار تشکیلاتی، من جمله کار امنیتی، من جمله کار روابط به حساب تکنولوژی، کارهای مالی، همه باید تصمیماتش در اون سوپر کامیتی گرفته بشه. این هستش که چون من میدونم که شما واقعا حسن نیت داره حزب مشروطه و خیلی از نیروهای دیگه حالا سری انتقادات دارن، ولی همه داریم تلاش میکنیم که واقعا یک آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی ارائه بدیم. آیا اگر شرایطی فراهم بشه، چون آقای پیرزاده هم در همین برنامه پالتاکی گفتن که ما حاضریم با منتقدین بشینیم توی رسانه‌ها در تلویزیون، آیا شما و حزب مشروطه حاضر هست که اگر این شرایط در تلویزیون جلو روی مردم شفاف باشه و به این انتقادات پاسخ داده بشه و پیشنهاداتی که شماها دارید، احزاب دیگه، گروه‌های دیگه دارن داده بشه و با هم بعد از حالا یکی دو روز به توافقی برسید که مجمع رو همه با هم اکثریت گروه‌های خانواده‌های به قول شما سیاسی درش حضور داشته باشن و اسمشو بشه واقعا شورای ملی گذاشت، آیا شما در این رابطه تلاش خواهید کرد، کمک خواهید کرد؟ حتما. ما خودمون از میتونم بگم حقیقتا 10 سال پیش همیشه در پی ایجاد یک اتحاد و همکاری بین خانواده سیاسی بودیم. اینجا هم اگر واقعا کار شفاف باشه و همه به حساب خانواده سیاسی توش حضور داشته باشن که بهشون یک رنگین کمانی از گروه‌های سیاسی خانواده‌های سیاسی ایران دانست، حتما در اون شرکت بکنیم. ولی خب صحبت‌های آقای پاشایی رو شنیدیم. جناب آرش مهدوی عزیز، من یک پیشنهاد دارم، من میخوام نظر شما رو بدونم. آقای پاشایی قبلا پیشنهاد سوپر کمیته از طرف حزب مشروطه داده بودن که 3 نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف، حالا این 3 نفر میتونه الان 2 نفر هم بشه، 1 نفر بشه، بشینن با هم دیگه و اونا بتونن کمیته تدارکات رو به هر حال پیش ببرن. الان در حال حاضر به هر حال کمیته موقت کارش داره به پایان میرسه، یعنی با ایجاد این مجمع شورای ملی که قرار تشکیل بشه این کمیته منحل میشه. حالا نظر شما چیه که همون سوپر کمیته، یعنی اعضای گروه‌های مختلف بشینن با نمایندگان همین کمیته موقت با 2 هدف و 2 راهکار پیش رو؟ یکی این که حالا یه نظارتی روی این انتخاباتی که میخوان بکنن افرادو ببرن توی این مجمع و اینکه برنامه‌ریزی کنن که چگونه اون مجمع برگزار بشه و برنامه‌های بعدیش، حالا به صورت پیشنهادی ها، ولی اینکه این گروه‌ها بشینن با همدیگه کنار همدیگه، من فکر میکنم یک گام بسیار محکمتر و مهمتری خواهد بود که این فکر میکنم چون همونجوری که دیدید آقای فؤاد پاشایی هم گفتن اگه همچین شرایطی فراهم بشه چرا که نه ما میایم. آقای نوری علام دیروز در مقاله‌ای که پخش کردن به نحوی انعطاف نشون دادن و به هر حال اگه دقت میکردیم همین راهکار رو تایید میکردن. دکتر ایمان فروتن نیز قبلا در برنامه‌شون گفتن. نظر شما رو میشنویم و به هر حال چه کار میتونیم بکنیم در این راستا؟ سپاسگزارم. من اولا با تایید سخنان یاران و دوستان عزیز همگی، دقیقاً دغدغه ما هم همین هست. ببینید دوستان، من با یه مثال خیلی ساده، اولا خطاب من به همه گروه‌ها و افرادی هستش که صادقانه اومدن در این حرکت شرکت کردن و رفتن کنار و کسانی که اصلا از اول نیومدن شرکت کنن. شما امروز باید بیایید نمایندگانی رو ارائه بدید، لیستی آماده کنید از اون توقعاتی که دارید یا توقعاتی که داشتید ولی برآورده نشد و بشینید دور یک میز. امروز در همه جای دنیا اینطوری کارها انجام میشه دوستان عزیز، و بخواهید که اون قسمت‌ها درست بشه و با همدیگه به نتیجه برسید. همینطور دوستانی که در کمیته موقت تشکیل شورا هستند، توجه شما رو به این مسئله جلب میکنم که در ویدیو اولم گفتیم. دوستان عزیز، شما یک 4 دیواری رو به وجود آوردید، احتیاج به یک سری اصلاحات داره، یعنی در نداره، این 4 دیواری پنجره نداره، جای خروج دود نداره. بنابراین بیایید کمک بگیرید از افرادی که میتونن این کار رو انجام بدن. مگه شما نمیخواین یک ساختمان کامل رو تشکیل بدید؟ مگر نظر شما، نتیجه شما براندازی جمهوری اسلامی و به وجود آوردن یک سیستم دموکراتیک در ایران نیست؟ الان بهترین فرصتش هست. بهترین نجارها، بهترین جوشکارها و بهترین افرادی که سالیان سال تجربه دارن و همینطور بهترین جوانانی که با علم امروز دارن کار میکنن در همین نهاد مردمی. برای من دارم به عنوان مثال میگم، راهکارهای بسیار عالی هست که میشه استفاده کرد. دوستان عزیز،
به عنوان یک شخص عملگرا و به عنوان یک سرباز، با اینکه کار سرباز این نیست که بشینه تصمیم گیری کنه برای مرحله آخر جنگ، ولی این رو به شما اعلام میکنیم، به همه نیروهای سیاسی، به همه سران اپوزیسیون، ما بیشتر از این نمیتونیم صبر کنیم. ما برای این چند قدم آخر و برای به داد هموطنان عزیزمون در ایران رسیدن لحظه شماری میکنیم. ما نمیخوایم وضعیت کشورمون از این که هست صدها برابر بدتر بشه، همونطوری که گفتم مثل افغانستان و عراق. اگر شما نمیتوانید دور یک میز بشینید و به صورت دموکراتیک در رابطه با همین سه موضوع زیاد مسئله بزرگ نکنید. یک، به صورت سکولار سیستمی رو به وجود باید آورد. دو، جمهوری اسلامی باید برود. سه، با هم باید این کار رو انجام داد. اگر نتونید به این حرکت دست پیدا کنید، مجبور میشیم ما کسانی که کارمون یه چیز دیگه است و در سطح عملی داریم کار میکنیم. من همین امروز دارم از یک کمپینی میام که برای حمایت از زندانیان سیاسی هر هفته در نروژ انجام میشه. نباید الان میشستم و این ویدیو رو درست میکردم، باید به کار خودم میرسیدم. ولی شما کار خودتون رو انجام نمیدید. دوستان عزیز، بیایید دور هم بنشینید و به مردم اعلام کنید که تونستین بر سر این چند موضوع با هم توافق کنید و این چند قدم آخر رو بردارید. کشور در حال سوختن، همه ما میدونیم. برای خاموش کردنش باید از هر وسیله‌ای که داریم استفاده کنیم. بعد از خاموش شدن، اینکه چه رنگی داشته باشه، چه اتاقهای جدیدی به ساخته بشه، چه حرکت‌های دیگه بشه، این رو میسپاریم به نسل جوان، این رو میسپاریم به اون مردمی که در داخل اون کشور هستن. شما هم بیاین در موردش نظر بدید. ولی الان زمان این نیست. همه شما مگر صحبتتون آزادی ایران نیست؟ همه شما مگر در تمام این سالها تلاش نکردید که ما به همه اون تلاش‌ها احترام میذاریم؟ ولی خب این تلاش‌ها پیگیر ادامه دار شده. الان زمانش هست که بهره برداری بشه. اگر ما نتونیم یک محیط درستی رو به وجود بیاریم و این بهره برداری رو انجام بدیم، مطمئن باشید جمهوری اسلامی به نتیجهش رسیده و اون مزدورانی که در سرتاسر دنیا داره تونستن ما رو با از رسیدن به مرحله آخر و منزل آخر جلوگیری کنن. این قطار حرکت کرده، حرکت لوکوتیو راننده این قطار هم ملت ایران هستن، همون کارگرانی هستن که هفته پیش اومدن در اصفهان، مردم اصفهان و معلم‌ها، دانش آموزا، دانشجوها که در زندان‌ها هستن. شما هم باید بهش بپیوندید. اگر نپیوندید این قطار میره دوستان عزیز، و ما هم دیگه فیلم‌های بیشتری درست نمی‌کنیم. این یک اعلام آخری بود و همه شما برای همکاری با هم دیگه، چون ماهایی که در سطح پایین هستیم هیچ مشکلی با هم نداریم. نگاه کنید به این 6 نفری که اینجا هستیم، از گروه‌های مختلف، از سیستم مختلف، ولی به یه چیز هممون اعتقاد داریم: این آتش رو باید خاموش کنیم و برای خاموش کردنش هیچ راهی نداریم جز اینکه آبی برداریم، سطلی برداریم و بریم این آتش رو خاموش کنیم. ما این آتش رو خاموش می‌کنیم، چه با شما چه بی شما، ولی چه بهتر با شما. سپاس از شما آقای مهدوی عزیز. میریم به لندن با آقای بابک خسروی عزیز. و بابک جان، نظر شما در این رابطه چیه و چیز جدیدی هم فکر نمی کنم احتیاجی باشه، فقط در کنار این کمیته یک نمایندگان گروه‌های مختلف، حالا منتقد غیر منتقد فرق نمیکنه، بشینن بر سر برنامه ریزی، چون اکثریت این گروه ها حرفشون این بود که چون این کمیته برنامه‌ای نداره و ما بیم این داریم که بریم و بعد شکست بخوره چون برنامه‌ای وجود نداره، حالا یه برنامه‌ای به هر حال پیش‌نویسی اینا ارائه کردن، چه بهتر با هم بشینن برنامه‌ریزی کنن که اینجوری باشه که این برنامه شکست نخوره مثل سالهای گذشته اپوزیسیون و این به هر حال راهی که پیش اومده و حرکتی که شروع کرده به نتیجه برسه، به هدف برسه. میشنویم نظرات شما رو. درود مجدد. من درودم بیش از هر چیزی بر سر شوق است از فرمایشات دوست گرامی هم جناب زمانی و همراهی بسیار زیبای آرش عزیز. به حضورتون عرضم که نکته اینجاست، نکته دقیقا در همین جا ایستاده. دوستان، با عدم حضور هیچ تغییری ایجاد نمی شود. تغییر را با حضور می توان ایجاد کرد.
خسته شدیم از این فرارهای بچگانه. راه حل آن است که برنامه نوشته شود، ولی در نهایت این برنامه در کمیته تشکیل شورا نقد و بررسی نخواهد شد. این خود شوراست که این برنامه را نقد و بررسی، تایید و به اجرا خواهد گذاشت. حضور داشته باشید، کمیته بسازید، حتی قبل از تشکیل شورا برنامه آماده کنید، برنامه هاتون رو برای درون شورا، برای به تایید رسوندن در شورا آماده بکنید. حضور داشته باشید، بر روند انتخابات نظارت بیشتر بکنید، ولی حضور داشته باشید. با حضور میتوان این کار رو کرد، وگرنه من چند کلام رو از دوستان قرض میگیرم. آقای نوری‌علا اشاره بسیار سنگینی به این سرمایه ملی کردند. آقای نوری‌علا، میدانید که با عدم حضور این سرمایه ملی ممکن است از دست برود. آقای نوری‌علا، شما رو امروز من هدف میگیرم برای کلامم تا بدانید شما که اعتقاد به سرمایه ملی چون اعلی حضرت رضا شاه دوم دارید، به شما میگویم با عدم حضور شما نیست که این سرمایه حفظ می شود. حضور داشته باشید، تأثیر بگذارید و مسیر را به سمت دموکراسی، آنچه که خواست همه ملت است، ببرید. ما چیزی جز انتخابات آزاد در داخل ایران و انتخاب مردم برای نوع و نگرش نظام نمیخواد. نمونه بارز همنشینی و تحمل دگراندیشی این رومی است که شما ملاحظه می‌فرمایید که دقیقاً از چندین گرایش فکری رنگارنگ در کنار هم جمع شده. دوستان خواسته‌ای داشتند، در پی خواسته دوستان من علی رغم آنچه که معمول است ضبط کردم سخنان جلسه خصوصی را تا اویدنس بکنم، مدرک بکنم، شهود بگیرم برای این که دوستان آنچه که در گذشته بوده است رو بگذاریم به کناری. با آنچه که امروز هست میتوان به اتحاد رسید. تغییر بیشتر رو با حضور میتوان ایجاد کرد. با عدم حضور هیچ کاری پیش نمی رود. سرنوشت ملت ایران خاله بازی نیست که من امروز قهر کنم. تا پای جان ما سربازیم اگر شما سرداران رشیدی باشید. نباشید مجبوریم، از گفته آرش عزیز قرض میگیرم، خودمون سربازی خود را به دست بگیریم. درود بر شما. سپاس آقای خسروی عزیز و بسیار زیبا. در اینجا قبل از اینکه به آقای عابدینی عزیز برسیم در آلمان، من تیکه های از صحبت های دکتر ایمان فروتن رو پخش میکنم راجع به پیشنهادها و راهکارهایی که ایشون در برنامهشون عنوان کرده بودن. خیلی کوتاه میشنویم و برمیگردیم. که من فکر میکنم قبل از اینکه این کمیته موقت این طرح نهایی برای تشکیل شورای ملی و اون مجلس مؤسس رو به طور نهایی انتشار بده که بعد اگر سوالاتی هست و یا پیشنهاداتی هست بگن نه دیگه دیر شده و نمیشه، و به خاطر اینکه به نظر ما این شورای ملی واقعا وقتی شورای ملی خواهد بود که از آقای نوری‌علا و سکولار گرین و اون دوستان فرهیخته‌شون در سکولار گرین گرفته تا حزب مشروطه تا نهاد مردمی تا حزب پانیرانیست و بسیاری کسان دیگری که احتمالاً اشکالاتی با یا منشور و یا نحوه برگزاری اجلاس دارند ولی موافق سرنگونی حکومت اسلامی هستند و موافق استقرار دموکراسی و حقوق بشر و اصلاح طلب نیستند،
همه با هم در اون شورا باشن که بعد از اینکه شورا تشکیل شد دوباره مثل 30 سال گذشته نگن که اونایی که نیومدن خائنن، خودخواهن و یا غیره دیگه. پس درخواست من از شما این است و پیشنهاد من این است و شاید شما دوستان پیشنهاد بیشتری داشته باشید. همینطوری که هفته گذشته 3 روز رو برای همیاری گذاشته شد، جناب عالی آقای شهرام، نفر نمایندگان کمیته موقت و 1-2 نفر از این سازمان‌هایی که اسم بردن و یا شخصیت‌های دیگری که هنوز نپیوستن در پیشگاه مردم ایران، هر چند ساعت طول میکشه اشکالی نداره، 3 تا جلسه 10 ساعته با بریک های کم، چون این اون زمان تاریخی است، بیاییم بشنویم و صحبت کنیم اشکالاتی رو که میبینیم، با این هدف که بعد از این 1 روز 2 روز 3 روز همه با هم دست بدیم و همگی با هم برویم برای تشکیل این شورای ملی. من فکر می‌کنم اگه این کار انجام بشه واقعا حسن نیت و صداقت رسانه‌ها رو نشون میده، حسن نیت و صداقت گروه‌هایی که هنوز نیومدن و یا بودن و رفتن رو نشون میده و حسن نیت کمیته موقت رو نشون میده. اگر میشود این رو درست کرد باید امروز درست کرد که ما 3 هفته دیگر وای نگیم که ای بابا نشد و این موقعیت طلایی رو از دست بدیم. این تنها درخواستی بود که من شخصا می‌خواستم از شما بکنم. یا الان اسمشون نیوردید، به توافق برسید که با هم که باید چنین وقتی در اختیارتون گذاشته بشه، قاعدتاً تدارک وقتش و امکاناتش میاد سراغ بنده. یک از کسانی که سراغش میاد بنده هستم و بندم نهایت تلاشم رو خواهم کرد که دور هم جمع بشیم و یک خط رو عوض کرد. اگر می شود 300 نفر رو کرد 700 نفر یا بی نهایت یا هر چقدر، اگر می شود این سوراخ سنبه های ساختار پیشنهادی و اساسنامه پیشنهادی رو گرفت، همونجاست که باید کامپرومایز بکنیم، یا دلیل میاریم که چرا نمی شود یا میگیم باشه اشکالی نداره، اگر شما 10 نفرم هستید اینم خط میزنیم یا این رو اضافه میکنیم. ببینید که همکاری چی میشود و اونجا در پیشگاه مردم ما نمیتونیم دیگه دروغ بگیم. بله، صحبت‌های دکتر فروتن رو شنیدیم راجع به اینکه با اعضای کمیته گروه‌های دیگه بشینن و البته مال حدود 1 ماه قبل هستش و قبل از اون هم آقای آبدینی صحبت‌های آقای فؤاد پاشایی رو پخش کردیم، دوستان به صحبت‌های آقای نوری‌علا اشاره کردن. جناب آبدینی عزیز، به هر حال مسئله اساسی که هممون بهش واقف هستیم اینه که میخوایم که واقعا یک شورای ملی با وجود اکثریت گروه‌های سیاسی داشته باشیم و در حال حاضر این کمیته به هر حال این برنامه که فعلا هنوز بیرون که ندادن، ولی صحبتی که کردن این بود که اعضای که میخوان در این شورا شرکت بکنن انتخابی هست و این خب یک گام مثبتیه. ما چه کار میتونیم بکنیم به نظر شما که بتونیم این گروه‌های مختلفی که نپیوستن رو بتونیم در این شورا داشته باشیم و نظر شما راجع به ایجاد یک حالا در کنار این کمیته یک سوپر کمیته یا با هم فرق نمیکنه نمایندگان بشینن حتی در یک اتاق دربسته صدا رو ضبط کنن به عنوان سند، بعد قسمت‌هایشو برای مردم پخش کنن که شفاف سازی بشه، بنشینن با یکدیگر پیشنویس برگزاری این مجمع رو با هم بنویسن و همون پیشنویسی که هست رو به هر حال تدوینش بکنن و مسئله اساسی حضور این نیروهاست. مهم نیست چه پیشنهادایی داده بشه، مسئله اینه که یک تعاملی ایجاد بشه و با این حرکت یک رویکرد رو به جلو داشته باشیم و این مجمع و این شورا بیمه بشه از اینکه واقعا یک شورای ملی بتونیم به معنای واقعی داشته باشیم، چون با این حرکت بیمه خواهد شد دیگه. تقریبا نگرانی ما نمیتونیم داشته باشیم از اینکه این به نتیجه نرسه. حتما به نتیجه خواهد رسید اگر حضور نیروهای دیگر رو درونش داشته باشیم. بفرمایید. باید خدمتتون عرض بکنم که یه فیدبک هم میزنم به این 34 سال و همینطور نیروهای اپوزیسیون. کشور ایران، کشور عزیزمون ایران تا به امروز یک اپوزیسیون 1000 شاخه داشته که همگی در گفتار برای آزادی ایران و برای برقراری دموکراسی گام برداشته و عمل میکنن. البته در گفتار و در عمل هم به صورت فرادا عمل میکنن، به صورت تک حزبی دارن عمل میکنن که تا به امروز که این عمل کردشونه که تا به امروز 34 سال طول کشید. اما یه تعریف از شورای ملی که اگه بخوایم بکنیم، حضور همه نیروها و سازمان‌های که خواهان دموکراسی برای ایران و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن میتونیم نام تعریف کنیم. بیشک تمام احزابی که برای سرنگون بر علیه جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنند همه به ایران میاندیشن، این شکی درش نیست. اما
به عقیده من باید این مسئولیت رو در قبال میهنشون بپذیرند که ما در فردای ایران چه جایگاهی داریم و آیا میخوایم در کشور ایران این جایگاه رو داشته باشیم یا خیر. به عنوان مثال نیروهای چپ و کمونیست آیا حاضرند در فردای ایران حمایت از کارگران ایران رو در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور به عهده داشته باشند یا خیر؟ اگر میخوان برای فردای ایران تلاشی داشته باشند و در فردای ایران نقشی داشته باشند، حضورشون و پیوستنشون به شورای ملی، به این شورا لازم، واجب و ضروریه. ببینید ما اگر نتونیم این آخرین تیر رو که شاهزاده رضا پهلوی فرمودن رو به هدف بزنیم، نه تنها ادامه جمهوری اسلامی رو خواهیم داشت، بلکه ادامه هولوکاست ایرانیان رو خواهیم داشت. طرف صحبت من در حال حاضر با توجه به اتفاقات اخیر شهر اصفهان با نیروهای چپ و کمونیسته. چرا عدم حضور این نیروها در ایران باعث یک همچین حرکتی شده که برخی از هموطنان ما در اصفهان کشته بشن؟ ببینید اگر یک همچین نیروهای، یک همچین طیفی در داخل شورا باشه و در جهت براندازی گام برداره، در فردای ایران همچین اتفاقاتی که امروز در اصفهان این چند روز در اصفهان افتاده رو نخواهیم دید. و در ارتباط با تشکیل سوپر کمیته باید خدمتتون عرض بکنم که این سوپر کمیته باید تشکیل بشه. سوپر کمیته یا کمیته ناظر من میتونم اسمش رو بذارم. یک کمیته‌ای باشه که نظارت بر عملکرد شورا داشته باشه. با حضور تمامی احزاب و سازمان‌ها، نمایندگانشون منظورم است، با حضور نمایندگان تمامی احزاب و سازمان‌ها، اینها باید بیان شرکت داشته باشند تا به آزادی دست پیدا بکنیم. اگر حضور این نیروها نباشه و اگر مسئولیت پذیریشون در قبال میهن عزیزمون ایران نباشه، ما هیچگاه نمیتونیم به براندازی ملی برسیم. موقع در تایید صحبت‌های آرش مهدوی نازنین باید عرض بکنم که موقع ما خودمون وارد عمل میشیم و هیچ عذر بهانه‌ای رو نخواهیم پذیرفت. ببینید این شورا، این سوپر کمیته یا کمیته ناظر باید باشه در جهت درست عمل کردن شورای اصلی. و در آخر صحبتام با یک رباعی از حکیم عمر خیام صحبتم رو پایان میبرم. خطاب به همه نیروها، خطاب به اپوزیسیون برانداز و تمام کسانی که با شعار آزادی و دموکراسی و مردم سالاری در ایران دارن 34 سال مبارزه میکنند ولی عملی مثبت و مؤثر در داخل کشور انجام ندادند. به همین دلیله که در جهان شناخته شده نیستند و به عنوان اپوزیسیون رفع تکلیف شناخته میشن. خطاب به همه این نیروها عرض میکنم که حکیم عمر خیام میگه تا چند حدیث 54 ای ساقی، مشکل چه یکی چه 100,000 ای ساقی، خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی، بادیم همه باده بیار ای ساقی. پاینده باشید. در کنار شما هستم. جاوید ایران. سپاس آقای عابدینی عزیز. میریم به سوئیس با یاور یزدان پرست. یاور جان، نظر شما رو میشنویم راجع به این پیشنهادی که داده شد و به هر حال دیگر گروه ها هم قبلا صحبتش رو کرده بودن، ولی خب الان شاید با یه انعطاف بیشتر، یه مقدار تغییر با هدف نظارت بر به قول دوستان عملکرد شورا و برنامه‌ریزی برای اون مجمعی که میخواد انجام بشه، نظرتون رو راجع به این مسئله جویا میشه؟ عرضم حضور شما که با توجه به اینکه کشور ما امروز درگیر بسیاری از مشکلات هست، شما نگاه میکنید قبل از اینکه اصلا ما بیایم بخوایم این شورا برای چیه، این برای اسم درست کردن و برای شورا درست کردن و برای به اصطلاح تبلیغات و پول جمع کردن و برای به اصطلاح دربوق و کرنا کردن نیست. این شورا برای انجام دادن کاری است که در نهایت به آزادی ایران قراره بیانجامه و این شورا قراره کار رو انجام کنه و براندازی رو انجام بده. این شورا باید خودش رو به عنوان یک اپوزیسیون واحد و یک اپوزیسیونی که در جامعه جهانی شناخته شده
به جامعه جهانی بشناسونه خودش رو. شما نگاه کنید الان در روزهای ما هستیم که تحریم ها از جایی به کمر اقتصاد ایران رو شکسته به مردم داره فشار میاره. از طرفی تجزیه طلبان چه در خارج از کشور بر جدایی میکوبن، رسانه های وابسته مثل BBC اینها تجزیه طلبها رو به عنوان مهمان دعوت میکنن. از طرفی داخل ایران خود جمهوری اسلامی هم بعدش نمیاد تو جایی که خیلی گرفتار شده مردم از تجزیه طلبی بترسونه. نگاه میکنید ببینید که تو بازی تراکتورسازی پرچم تجزیه طلبی میارن. در جایی که این همه ما مشکلات و این همه اتفاقات داریم، به نظر من این اختلاف ها یا اثر نادانی است یا اثر خیانت. و امروز به نظر من باید تمام گروه های سیاسی از هر تفکری که دارند از اون به اصطلاح منیت ها بگذرند، پرسش ها رو داشته باشند، کنترل ها رو داشته باشند. اینی که بیان و ببین برنامه بخوان، این نه که منظور من و هدف من این نیست که همه فقط بیان و یه جایی شرکت کنیم، خیلی مشکلات داریم هیچ سوالی هم نکنیم. نه، باید این حتما نظارته باشه، باید این سوال ها باشه، باید این نقد ها و انتقاد ها باشه. بیان و به حال دوستان گفتنی ها رو گفتم، من هم تکرار فقط میکنم که بیان در یک جایی پشت درهای بسته، نیازی هم نیست که همه باشن و حضور داشته باشن، یک نواری ضبط کنن، صحبتاشون رو انجام بدن و اینجوری لااقل مردم داخل ایران میتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن و ببینن که به حال حق با کیه. بعد از اون میتونن بیان در کنار همدیگه بشینن و یک شورای ملی واقعی و متحدی رو درست کنن که در این روزهای ایران و روزهایی هستیم که هر آن ممکنه یک اتفاقی بیفته، خطر جنگ مملکت ما رو تهدید میکنه. شما نگاه کنید به ایران هم بخوان حمله کنن بجنگن، یک ماه بعدش یه دولت جدید میارن، کاری که با عراق کردن. به هر حال ما 5 سال با عراق جنگیدیم، به جایی نرسیدیم، قدرت بالاتر از عراقی که نداریم. نهایت همون یک ماهی که صدام حسین رو سرنگون کردن، جمهوری اسلامی رو هم سرنگون میکنن. ولی بعد از اون سرنگونی مهم اینه که چه دولتی بخواد روی کار بیاد. این نباشه که باز دوباره دولت‌های غربی و با توجه به اینکه آقای اوباما زیاد ظاهرا و آمریکا سیاست‌های کارتل‌های نفتی آمریکا، فقط آقای اوبامای تنها هم نیست، سیاست‌هاشون اینه که حکومت‌های به اصطلاح اسلامی و غیر دموکراتیک رو ظاهرا برای منطقه فعلا در نظر دارن، حالا رو هر سیاستی که هست. پس فردای این نشه که دوباره بخوان فرض مثال سازمان مجاهدین خلق رو بیارن دوباره به مردم بخورونن، یک جمهوری اسلامی از نوع دیگری. ولی فقیه داخل وطن جاشو با ولی فقیه خارج از وطنی که توی عراق نشسته بیاد این جاشون رو با هم دیگه عوض کنن. دقیقاً همون حکایت بخوان مصر و اخوان المسلمین رو سر ایران پیاده کنن. بنابراین امروز وظیفه تمام نیروهای سیاسی از هر قشری اینه که بیان به همدیگه از اون منیت‌های داخل خودشون، از اون منشورها و اساسنامه‌های داخل خودشون بیان کنار، از اونها به اصطلاح چشم‌پوشی بکنن. در حال حاضر بیان و برای انتخابات آزاد ایران تلاش بکنن و برای متحد شدن تلاش بکنن. بعد از اونی که انتخابات آزاد توی ایران برگزار شد، جمهوری خواه میتونه بره تبلیغ جمهوری خواهیتش رو برای خودش بکنه، مشروطه خواه همینطور و به اصطلاح کمونیست‌ها و نیروهای چپ هم برای خودشون میتونن تبلیغ کنن. ولی در حال حاضر اگر کسی گوش فرا ندهد به این کار و در این روزهای حساس بخواد باقی رو دست بقیه رو خالی بذاره، این به نظر من تنها اسمش رو میشه گذاشت خیانت. یعنی حتی خیانت لازم نیست که مثلا ما بخوایم به کسی تهمت بزنیم که از جمهوری اسلامی پول میگیره. نه، شما یه جایی میتونید نادونیایی بکنید که اون نادونیا منجر به خیانت بشه. عرضم حضور شما و به اصطلاح پیشنهاد منم همینه که نیروها از هر جایی بیان کنار همدیگه بشینن و در روزهایی که ما هستیم، روزهای سرنوشت سازی که ما هستیم، حرفای همدیگه رو بزنن و به هر حال یا با شورای ملی اون نظرها رو میشنوه و اون نظرها رو قبول میکنه و به اصطلاح اینا میتونن یک بیانیه‌ای بیرون بدن که ما گروه‌های مختلف با هم دیگه نشستیم، سر این موارد با هم به تفاهم رسیدیم، سر این موارد به تفاهم نرسیدیم. اگر به تفاهم نرسیدن خب میرن یک کمیته دیگه مستقل تشکیل میدن و شورای ملی هم به اصطلاح مثل یک سازمان یا حزب سیاسی میتونه بیاد بپیونده به اون. اگر نه، شورای ملی تونست بیشتر سازمان‌ها رو کنار خودش دوباره جمع بکنه و حالا 1-2 تا سازمان بیرون موندن، اون دیگه به هر حال تکلیف ما با این شورای ملی مشخصه که این شورای ملی بوده، اون 1-2 تا سازمان اونها غیر دموکراتیک بودن و خواسته های غیر دموکراتیک داشتن. اینجوری میشه یه شفاف سازی بشه تا ما بتونیم به اون هدف اصلیمون که در نهایت رسیدن به آزادی و برآوردن خواسته های مردم هست به اونجا برسیم.
که این به اصطلاح نه شعار هست نه حرفای سیاسی هست. خیلی ها دوستان من می‌بینم که میگن ما سیاسی نیستیم و به اصطلاح کار سیاسی نمی‌کنیم. مردم، این سیاست با سفره‌های شما عجین شده، این سیاست نان شما رو داره تامین میکنه و این سیاست اون باعث برتری و پایین بودن شما نسبت به ملت‌های مختلف و کشورهای مختلفه. بنابراین در پایان بگم لزوم اتحاد رو ما امروز حس میکنیم. اگر همراه شدن، اگر تونستیم یک موج قدرتمندی رو به اصطلاح یا در شورای ملی بسازیم، میسازیم و این رو در درجه اولویت اهمیت ما هست با توجه به خواسته شاهزاده که شورای ملی رو درست کردن، در اون قسمت میسازیم. اگر نتوانستیم تمام نیروها با تمام جریان‌های فکری که امروز تونستیم کنار هم دیگه جمع بشیم، یک شورای ملی رو، حالا نه به حتما اسم شورای ملی، به هر اسمی میتونه باشه، اسم مهم نیست، کار مهمه، عمل مهمه، اینجا بتونیم در یک جای دیگه این مسائل این رو ایجاد کنیم و به پیش بریم تا بتونیم که مملکتمون رو و سرنوشت خودمون رو خودمون به دست بگیریم، نه نیروهای بیگانه، نه به نوکری اجنبی تن دادن و آرزومون این بشه که آمریکا حمله کنه. خیر، این اتفاقات به اصطلاح از این اتفاقات بوی خوشی به مشام نمیرسه و ما با اون طرز دیدگاه و با اون روش به دموکراسی نخواهیم رسید. از من شنونده نظر دیگر دوستان هستم، در خدمت شماست. سپاس از شما یاور یزدانپرست عزیز و در پایان از دوستان میخوام که جنبندیشون رو بکنن در 2 دقیقه و آقای خسروی عزیز نظر شما راجع به این که به هر حال بشه شرایطی رو ایجاد کرد با دیگر گروه‌های سیاسی، حالا چه میدونم همین صحبتی که کردید گفتید که یک سوپر کمیته بشه در کنار این کمیته با هم بشینن راجع به برنامه ریزی این مجمع و بعد از اون به توافقاتی برسن و با هم یکی بشن چی هست و در پایان جنبندیتون رو بفرمایید. به حضورتون عرضم که دوستان نگاه‌ها و صحبت‌های بسیار شیرینی رو داشتن. من برای جمع‌بندی صحبت‌ها و اعلام نظر شخصی خودم فقط میتونم این رو بگم که دوستان حتی برای برنامه ریزی هم حضور لازمه. با عدم حضور نمیتوان هیچ کاری رو انجام داد. چرا باید کسی که برنامه داره، کمیته داره، شورا داره دیگه به دیگران نیازی داشته باشه؟ شما چرا نباید باشید و اون برنامه ها رو بریزید؟ چرا نباید باشید اون برنامه ها رو به پیش ببرید؟ برنامه تشکیل شورای ملی که شرح عملکرد کمیته موقت بود، برنامه‌ای بود برنامه ریزی شده که تا به امروز بر اساس برنامه‌های زمانبندی خودش با کمی تأخیرات و مشکلات به هر حال به گام‌های آخر خودش نزدیک شده. آنچه که نیاز امروز دیده میشه برنامه ریزی برای اجرا و نحوه عملکرد شوراست. بنابراین کمیته شرکت کننده نیست در این شورا. این کمیته نیست که تصمیم میگیره برای شورا، این شوراست که تصمیم میگیره برای آینده و عملکردها. بنابراین کسانی که امکان حضور قوی‌تری رو در شورا دارند، اخص افرادی رو عرض میکنم که نمایندگی احزاب و گروه‌های سیاسی رو به عهده دارند، باید در کنار همدیگر بنشینند در قالب یک سوپر کمیته، در کنار کمیته تشکیل شورای ملی برنامه ریزی رو عملی بکنند و در نهایت حتی این برنامه هم باید به تایید شورا برسد و اجرایی شود. بنابراین باز تأکید میکنم بر این نکته، عدم حضور هیچ دردی از مشکلات تشکیل یک گرد همایی بزرگ از همه دیگر اندیشان ایرانی، اهم از آنان که در داخل شورا هستند و آنانی که در بیرون شورا ایستادند تا ببینن چه اتفاقی در نهایت به پیش می رود وجود ندارد. در حقیقت اگر ما بخواهیم به نتیجه برسیم باید حضور داشته باشیم، باید برنامه ریزی کنیم از امروز تا در شورا به تایید برسانیم و شورا
خودش رو موظف به اجرای برنامه‌ای که به تایید خودش رسیده است بداند و عمل کند. باز تکرار میکنم، عدم حضور هیچ کمکی به برنامه ریزی یا تشکیل نمی کند. پاینده ایران، پایدار ایرانی، جاوید شاه. سپاس از شما آقای خسروی عزیز. میریم با آقای زمانی جنبندی ایشون رو میشنویم. و آقای زمانی، نظر شما توی این 2 دقیقه 3 دقیقه راجع به صحبتایی هم که آقای خسروی کردن و پیشنهاد ایشون که در کنار این کمیته یک سوپر کمیته بشه و با هم به توافق برسن برای برنامه‌ریزی و پیشنویس پیشنهادی برای مجمعی که میخواد برای شورای ملی تشکیل بشه. بفرمایید. بله، من میخوام اینجا با صراحتاً اینو اعلام بکنم که وقتی ما میگیم شورای ملی یعنی متعلق به همه ایرانیانی که به فکر نجات ایران هستند. وقتی ما میگوییم شورای ملی، این نه به نام کسی است، نه به نام سازمانی است، نه به نام حزبی است. اساساً وقتی ما میگیم شورای ملی یعنی تشکیل شده از همه گروه‌ها، تفکرات و اندیشه‌های مختلف و خصوصاً آزادیخواه و خصوصاً وطنخواه که امروز به فکر نجات مردم ایران هستند. صحبت منم این هستش که دیگه دست از این شعارهای تکراری برداریم. امروز روز عمل هست، امروز روز اتحاد و همدلی است، از چپ تا راست. من هیچ تعصب ایدئولوژی ندارم و خواستار این هستم که همه گروه‌ها، همه سازمان‌ها، همه شخصیت‌ها از چپ تا راست، از مشروطه‌خواه تا جمهوری‌خواه بتوانند حول مشترکات به یک شورای ملی واقعی برسند و اون شورای ملی پیام آور این باشد در قبل از انتخابات که ما سکولاریم، ما دموکرات هستیم، ما پرورال هستیم و خواستار رفتن کل جمهوری اسلامی هستیم و انتخابات درون ایران رو به هیچ نحوی قبول نداریم. و در خصوص سوپر کمیته من معتقد هستم که از طرف کمیته باید افرادی تعیین بشود که با این گروه ها و سازمان هایی که ما اسم بردیم وارد مذاکره بشن، وارد دیالوگ بشن و افرادی هم در اون احزاب و سازمان هایی که باز من خدمت درس کردم اونها هم بتونن اعضایی رو معرفی بکنن که همه اینها بتونن یک سوپر کمیته رو ایجاد بکنن که در اصل همه اینها اگر به مفادی و به جایی اعتراضی دارن و انتقادی دارن بتونن حل و فصل بکنن و بتونن راه حلی رو ایفا بکنن. در پایانم من یک غزل رو به همشهریان به نام همشهریان هست به ملت آزاده ایران تقدیم می کنم و خطاب به کسانی است که این پرنده ها رو درک نمی کنند. همشهریان چه بی خبرید از پرنده ها، نطهای باغ را بخرید از پرنده ها. دیوارها اجازه ندادند بشنوید، یا بی خیال می گذرید از پرنده ها. در هر پیاده رو قفسی جیغ می کشد، در هر مغازه شعله ورید از پرنده ها. ماشین صبح جمعه پر از دود دور شد، آیا چگونه تازه ترید از پرنده ها. طیاره می کنید هوا در خیالتان، تا اینکه پیرهن بدرید از پرنده ها. هر روز رنگ بوقلمونید جغدها، هر روز رنگ بوقلمونید جغدها، میترسم آبرو ببرید از پرنده ها. پاینده باد ایران، پاینده باد ایرانی. سپاس از شما آقای زمانی عزیز. میریم به نروژ با آرش مهدوی نازنین. و آرش جان، صحبت‌های دوستان و پیشنهادات رو شنیدید. نظر شما راجع به در کنار این کمیته یک سوپر کمیته یا نمایندگان به هر حال احزاب بشینن کنار همدیگه و برنامه‌ریزی کنن برای این مجمع، نظر شما رو میشنوم. گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا بگردد. اندر کف مردمان آزاد، نبود گرهی که وا نگردد. سخن من، صحبت من
با هموطنان عزیزمون هست در سر تا سر ایران و در سر تا سر جهان، با سربازانی که حاضرن جونشون رو برای آزادی ایران بدن و تا الان هم دادن. صحبت‌ها گفته شد، نظرات داده شد، راه حل‌ها داده شد. همه حرفا هم یکیست دوستان. همان گونه که بقیه عزیزان اشاره کردن، زمان عمل است. این قطار همون گونه که اعلام کردم که رانندش شما هستید ملت ایران، به حرکت افتاده و ما عملگرایان در سرتاسر جهان از همه امکاناتی که داریم استفاده می‌کنیم تا این قطار رو به آزادی ایران و دموکراسی ایران برسونیم و من به عنوان یک عملگرا و به عنوان یک فعال سیاسی به شما قول میدم به هیچ وجه هیچ تصمیمی در رابطه با فردای ایران نخواهیم گرفت. اون تصمیم رو همه شما و من و همه ماها با رأیمون داخل صندوق میندازیم. چه سیستم پارلمانی پادشاهی، چه سیستم جمهوری و هر سیستم دیگه‌ای که شما بخواین، با رأی مستقیم شما انجام میشه. بنابراین تنها کاری که ما میکنیم این هستش که کمک کنیم این قطار به هدف برسه، به جای اصلی برسه و همه ازش پیاده بشیم و بریم رأیامون رو بنزیم تو صندوق. بنابراین من فکر میکنم چیز دیگه اضافه نباید کرد. فقط این رو بدونید، همون گونه که اعلام کردیم حرکت بعدی ما در خیابان هاست، نه در ویدیوها و نه در کنفرانس ها. حال در این زمانی که دارید توپ در زمین شما هاست که ببینیم چگونه بازیش میکنید. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. سپاس از آرش مهدوی عزیز. میریم به آلمان با علیرضا عابدینی عزیز و میشنویم صحبت پایانی شما و نظرات دوستان رو هم شنیدین راجع به پیشنهاداتی که دادن. بفرمایید آقای عابدینی عزیز. بله، ببینید باید خدمتتون عرض بکنم که در شرایط امروز ایران لزوم تشکیل این شورا یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم اینو به خوبی فهمیده و درک کرده. به همین خاطر دلیل درک کردنش هم صحبت‌های اخیر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در وین که نیروهای برانداز رو تهدید کرده. این دقیقاً اینه که جمهوری اسلامی این معنا رو میرسونه که جمهوری اسلامی این خطر رو حس کرده. حالی که جمهوری اسلامی خطر رو حس کرده و خودش رو در معرض نابودی میبینه، چرا نیروهای برانداز و اپوزیسیون بر سر نقاط مشترک و شعارهای مشترکی که در طی این چند سال دادن کنار هم جمع نمیشن؟ ببینید اگر این نیروها کنار هم جمع بشن، اون موقع تکلیف جمهوری اسلامی مشخصه، رفتنی است. و در درون و در و این رفتن فقط به قول بابک خسروی نازنین با حضور مردمه، با حضور در صحنه است، با حضور نیروهای مختلف در شوراست. و همینطور تشکیل سوپر کمیته برای نظارت بر عملکرد شورا و نوشتن برنامه. ببینید تا به امروز جلسات زیاد بوده، جلسات و شوراها زیاد بوده، ولی هیچ کدوم نتونستن با هم کنار بیان، به دلیل اینکه هیچ کدوم بر نقاط مشترکشون و بر شعارهای مشترکی که میدن تاکید نداشتن. امروزه بر همه نیروهای بقیده من بر همه نیروهای اپوزیسیون واجبه که بیان و این شورا رو تشکیل بدن، در شورا عملگرایی رو رسم بکنن، عرف بکنن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو رقم بزنن. و روی سخن من با هموطنانم هم اینه که شما که منتظر بودید روزی کاوه آهنگری بیاد و شما رو نجات بده، شمایی که منتظر بودید روزی رضا شاه کبیری بیاد و ایران رو نجات بده، این شورای ملی همون کاوه آهنگر و همون رضا شاه کبیره. اگر همه دست به دست هم بدن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو تحقق ببخشن با برنامه‌ریزی درست و یک استراتژی محکم و استوار و در جهت سرنگونی. ببینید هموطنان ما هم در نظر داشته باشن، همونجوری که یاوری یزدان پرست نازنین گفت خطر جنگ وجود داره و این رو بدونید که دموکراسی یه فیدبک میزنن به صحبت‌های شیرین عبادی.
شینوادی گفت دموکراسی هیچ وقت با چکمه‌های سربازای آمریکایی به وجود نمیاد. آزادی و دموکراسی اکتسابی است نه اهدایی. و در آخر به یک بیت از سعدی اکتفا میکنم که گفت سعدی به لب دریا دردانه کجا یابی، در کام نهنگان رو گر می‌طلبی کامی. پاینده باشید. جاوید ایران. سپاس آقای عابدینی عزیز و صحبت پایانی رو با یاور یزدان پرست عزیز داریم. آقای یزدان پرست، صحبت‌ها رو همه دوستان کردن و نکته اساسی این هست که اکثریت گروه‌های اپوزیسیون و براندازان با مفاد و بندهای این منشور و این منشور زیاد مشکل خاصی ندارن. حالا مسئله براندازی به هر حال میشه درش گنجوند، ولی مسئله اساسی فکر میکنم خواسته اونها صرف نظر از انتقاداتی که به روند کمیته دارن عدم برنامه‌ریزی شفاف و ترس از این هست که این حرکت اگه برنامه‌ریزی درست نداشته باشه به شکست بخوره، مثل سالهای گذشته اپوزیسیون که حرکت‌ها چون در نشست پاریس و لندن و بروکسل همه نیروها بودن به دلیل عدم برنامه‌ریزی به شکست منجر شد. امروز فکر می‌کنید که چه حرکت اساسی یک گام نخست رو کمیته موقت برداشت؟ مسئله شفاف سازی، مسئله دموکراتیک بودن. آیا یک حرکت دیگه کمیته موقت اگر انجام بده و یک دو نفر نماینده انتخاب بکنه با دیگر نمایندگان گروه‌های دیگه بنشینن و برنامه‌ریزی کنن برای مجمع یا نظارت بر این انتخابات، آیا مشکل حل خواهد شد؟ نظر شما چیست؟ میکروفون شما آقای یزدان پرست مثل که بسته هستش. اوکی، عرضم حضور شما که تمام دوستان گفتنی‌ها رو گفتن، شما هم گفتنی‌ها رو گفتید. ببینید تنها راه حلی که ما با اپوزیسیون خارج از کشور و شورای ملی و گروه‌های دیگه، تنها راه حلی که در این لحظات آخر اینه که منظور اینه که گفتیم جمهوری اسلامی به نقطه‌های پایانی خودش رسیده، چه مردم ایران بخواد و چه مردم ایران نخوان، چه من و شما به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور بخوایم چه نخوایم، جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو بیش از این تحمل نخواهد کرد به خاطر مسئله هسته‌ای، مگر اینکه آقای خامنه‌ای جام زهر رو بنوشه. بنابراین آقای خامنه‌ای هم این کارو نمی‌کنه. بنابراین تو این آخرین لحظات ما وظیفمون اینه که به عنوان تیر آخر تمام گروه‌ها پیش از برگزاری نشست شورای ملی و پیش از این برگزاری کنار هم بیان و با کنار هم دیگه بشینن، صحبتاشونو بکنن و یه شفاف‌سازی بکنن و به هر حال از این آخرین فرصت‌ها و از این آخرین لحظات که مردم هر آدمی، هر اپوزیسیونی، هر شخصیت سیاسی تو اون لحظات آخره که خودش رو میشناسونه. مرحوم دکتر شاپور بختیار هم 6 سال به دلیل انتقاداتی که از نظام پادشاهی داشت به زندان رفت، ولی در آخرین لحظات و در کتاب پاسخ به تاریخ ما می‌خونیم که مرحوم شاه فقید عرض کردند که من به هر کی تلفن زدم که دولت رو بپذیره نپذیرفت، ولی مرحوم بختیار ایستاد و تا آخرین لحظه حکومت رو گردوند و تا آخرین لحظه در شرایط بحرانی حکومت رو گردوند. بنابراین بزرگی آدم‌های سیاسی در همین مقاطع حساسه که تعیین میشه و اونجاست که نشون میده یکی میشه مرحوم شاپور بختیار، یکی میشه فردوس. اینجا هاست که میتونیم ما بزرگی خودمون رو نشون بدیم، نه اینکه اون منیت هامون رو فقط بخوایم به کار ببریم و خودمون رو با وضع کشور فرانسه مقایسه کنیم. بعضا عرضم حضور شما که این از اینجاست. نکته پایانی ما با صحبتی با مردم ایران به پایان ببرم. ببینید اینجا تنها کسانی که میتونن سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن مردم ایرانن. امروزه که مردم ایران به جای اینی که در تحریم هایی که امروز شده مردم به جای اینکه بیان کالا انبار کنن باید اعتراض کنن، باید به خیابان ها بریزند و باید اعتصاب کنند و باید دست به نافرمانی‌های مدنی بزنند. امروزه که مردم میتونن. ببینید هیچ کسی نمیتونه برای مردم ایران کاری بکنه، هیچ کس هم نخواهد توانست برای مردم ایران به تنهایی کاری کنه. دکتر شاپور بختیار به مردم ایران اخطار داد این اتفاقات خواهد افتاد، کسی گوش نکرد، اینطوری شد. امروز هم همه اپوزیسیون هم بیاد کنار هم دیگه قرار بگیره، برای مردم ایران جایی نمیتونه کار خاصی بکنه به جز اینی که اگر سرنگونی اتفاق افتاد لااقل بتونیم یک اپوزیسیون، یک دولت در تبعیدی ما داشته باشیم. بنابراین مردم باید به این نکته مهم توجه کنند که اون براندازی قراره چجوری اتفاق بیفته. اون براندازی رو خودشون باید انجام بدن. اگر دولت خارجی بیاد اون براندازی رو انجام بده، شما مطمئن باشید این دولت در تبعید هم نخواهد توانست وارد ایران بشه، چون دولت‌های خارجی دولت موقتی رو و اپوزیسیونی رو وارد ایران میکنن که سالهای سال نوکریشون رو
به دولت‌های خارجی ثابت کردن، مثل سازمان مجاهدین که سالها نوکر صدام بود. بنابراین این فقط وظیفه ملته که این کار رو انجام بدن. و در پایان یک ربایی رو از ملک الشعرای بهار میخونم و صحبت‌هامو پایان میدم. ما درس صداقت و صفا میخوانیم، ما درس صداقت و صفا میخوانیم، آیین محبت و وفا میدانیم، زین بی هنران سفله دل مخروش، زین بی هنران سفله دل مفروش، همه میروند و ما میمانیم. به امید آزادی ایران، آینده ایران، زنده باد ملت ایران. سپاس از شما یاور یزدان پرست عزیز و در تایید صحبت‌های شما راجع به ملت ایران که سرنوشت خودشون باید تعیین بکنن، این هستش که همه ما خب در داخل ایران هم بودیم، تازه اومدیم بیرون، ولی تا زمانی که یک آلترناتیو معقول نباشه که بتونه پشتیبانی بکنه از مردم ایران، از اعتصاباتشون، از برنامه ریزیشون، از اینکه بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، مدیریت دوران گذار و مدیریت مبارزه، تا زمانی که این آلترناتیو تشکیل نشه تکمیل نخواهد شد. یعنی لازمه براندازی این اپوزیسیون آلترناتیو سازیشه و این شورای ملی که ما امروز براش داریم تلاش میکنیم و امیدواریم که نیروهای سیاسی و دوستان در کمیته موقت با یکدیگر بنشینن و این پیشنهاداتی که داده شد رو بررسی بکنن و به امید ایجاد یک آلترناتیو معقول و ملموس و یک شورای ملی به تمام معنا. من از همه دوستان عزیز سپاسگزاری میکنم که در این برنامه شرکت کردین و پاینده ایران.